بتراش ای سنگ تراش، بتراش ای سنگ تراش، سنگی از معدن قبل بر مزارم بتراش، بنویس ای سنگ تراش که عاقبت شدم فداش. سلام علیکم. من نباشه ماما جبار. شتاست گیلا جونجور فضل خدا شکر. جانو تو جوره سلامت باشیم. از تو که گیلا ندارم گیلا خوب بله تو بچی خوبی زنده باشه. و می طول وقت تو به می سرام رفت آمد داری تا حالی هیچ وقت ما از تو نه گپ شنیدم و نه هم خطایی از تو دیدم. برو برای هم زن برار خوب بگو خوب و زن برار خوب میری میگی نورالله زن برار خوب نورالله همی گپایی که میگم دونه بدونه میری بری میگی بری همو چیش چارچاروک کینه با برار خوب بگو زن برار خوب بگو با او میفهمه کینه یعنی برار تو کینه روک بگون که بفهمی برار تو چیش چارچاروک برای نورالله چیش چرون که چشمایی مثل میته بابا قلو بری میته ای بری رسل میکنه چرا غوریده ایده مثل کوکوستو ایده میکنه ماما جبار. کوکوستو من نیو برار تو نه و نه شمایی تو میگی آفرین سالهای سال همی برار تو نون نمک کمر بخورد به خونه من رفت آمد دشت دیگه من بعد کنه داره برو به می زن برار خوب بگو جله و می شوخور بگیر به خونه مردم که میری دست برار داری دراز کردی نون نمک مردم رو میخوری چیش چارچاروک نگاه نکو به تاثیر مرتکه کسی که نون نمک کسی میخوره مثل خوار و برار میشه میفهمی میمون شده بیده مادر اور بدیده که او تاثیر یک سر چشای میته یک سر تاثیر سیل میکرده زن مرسل میکرده خوار و مادر مرسل میکرده. شما کجا شما ندیدیم نانه شما دیده شما به کجا رفتی بیدیم ماما جبار؟ سر چا شد برفتم به تا محل که کای موس بستونم که بیاریم نون بخوریم وقتی به خونه آمدم دیدم مادر ما گفته ای فهمی نونامو کرده که همین نورالله بخوره همی که تو بدر شدی از اون خونه شروع کرده بام چیش چارچارو یک سر تا خوره و تاثیر سیل میکرده همین نورالله برار تو تاثیر شما سیل میکرده تاثیر مرسل میکرده مادر مدیده مادر ما آدمی هست که میبینی یک رکعت نماز قضا نمیشه تو خبر داری نو دیلک که مادر میشه زانیه هیچ وقت مادر ما دروغ نمیگه گاهی وقتی به من پولی هم میدم برو بامزن برار خوب بگو کمکی سوزن نبر دارم این چشما شو خور بودوس خوبه بفهمیدی اگه نورالله دیدی بری بگو جبار گفته دیگه دوستی ما و تو قید یعنی قطع رابطه لشکر عشق خیمه زد باد به صرف کوی من دیار شهر کوی دل گلگل من. برو الله خیریت جانجوره خیریت و خیری اصلا طراحی و بیاکال یک موتر چیزی میره با تو بازار بکن مینای درختیه شاید گپ زنه اگه من نمیدیدی بابا می درخت بالا میشید اون قال مینار سی میکردی کجا بودی؟ هیچ من برم با مادر گیپک بگم دیگه. چی بگی؟ بگم که بگم زن برار چه زد بگم زن برارن یک زن به شوهر خوب بگیریم انا که این خاطر چیش چارچاروکیه بابا من بیزارم من یکی دارم دستی با جنجال با زندگی ما چیکار کنم با این راه تو من تیار کنی من بیزار از زنو برو یک زندگی بگیرم نه ماما جبال گفت چی گفت ماما جبال؟ ماما جبال گفت برو انا بمین نمک بارم همیته گفت انا من نون خور حیف کردم انا مثلا نونا خور دادم این میمون ما بده درو انا ای بیام آدم مادرم میگه ما برفتم که ماست بخورم بیام آدم خونه مادرم به من میگه نه جیف نونا تو نکرده که میدی بمین نورالله ما گفتم نه چره ای گفت اکلکین اتاق متأثر مرسی میکرده انا من به نورالله چی نگفتم سرا بیری شدن دیگه از ما و تو خلاصه دیگه به زنه بگو که بزوی یک زنه بگیره که چیشای مثل مرغ دوزی بری ای بر به سلام مردم نباشه ایلک رستی حقیقت جبار همیته گو نورالله تاثیر مرسی میکرده بمودم بابا خستم راست میگه یک دفعه تاثیر مرسی کرد
بچه مادری بود زنی بود کی بود اگه میتایی را میره و تاثیرام اونا رو بدیدم مثل که 100% اینا مر بدیدم که من پشت کلکینه صحیح میکردم خیلی ما بی عقلی کردم گیلا چرکی رفیق منه خاله جان ما همین دیگه اختلاط میکنیم خاله جان شما یک کلکین خواهی سی میکنیم و چه گپ دیگه ما دیگه براریم مگه که ما چون ما این برفشیم یلا کرات مردم چی کردی بزنه بچه مردم نه خود خاله سی میکنه خود سیل کنه حالا ما تو نخورده که سیل که سیل کو چی میگم آه. اگه میشه به سرا رفتی یک دمی از زبون تو و در نشه به پیش مادر دیبک که فلونی همیته به ما گفته باز خبر ببری بزو که باور بکن که پست تر میکنم خلالا سی کنیم ما کدام ما خود درست آدم کتیم عقل کمال ندارم ما روز اول عقل کمال ندارم شما چرا برفتیم ته سلامون مامار سی کردیم ما جبار کن بعد دیگه حالا من اشتباه کردم من غلط کردم بس یادگام به تو بگم نر یک دم نگی به مادر دیپک جنجال به متیار نکنی یعنی بگیر بتی یک 20 هم میدم رو بده کن خرج کو بگیر از زبون تو بدر نشه اول که مودم راست میگم آدم دروغ نمیگه رفیق من 10 سال خودم سلام علیک داره این کارو بعد من نمیکردم این اشتباه خور من قبول دارم خوانه می مر بدیده یا مادر دیده یا خودی دیده خوانه به تو گفته سلام علیکم هم گو هیچ چی آنی به سرای چی نگی ورار خور بگردو نه نگم به هیچ کسی چی نگی اصلا چی ندیدی خب شما از اونجا اشتری لولو بیشتر نداره جبار هستی برو خیلی سلامتی خیریاته چلی چی خبره سلامتی کجا بودی اما با چوتی که زمین چی بکری والله می تهیرانم که ایر گورونم نرونم سل دیلور دارم بیخی نیه گو برون دیگه لولو وقت کنجیت بکر دیگه یا مش بکر یا کنجیت از ویدی تو یکی بکر دیگه من چون گاهی وقتا میگم لوبی سرخ بکارم گاهی وقتا میگم ماش بکارم ایرانم چه کار کنم یک نفر آدم هم هستم سر دیل حوصله نیه شیلی ها اونجی پرته چه کار کنم لولو رمضان جان مامام یک دو کلمه خودتو گپ بزنم بگو لالا دیگه از ساعت و از دقیقه خب ها دیگه دوستی و رفاقتی و نونما خوردن دیگه خودی همی نیرولور میگم نیرالله آه چه کاره همین نمک بهارم پست بی غیرت بی وجدان هم میتونم گفته چره آخه همین- شما که رفقا چاردونگه بدین خودی هم او روز لالا جانی میمون ببوده خب اما زر شد ببرم هم دیکن که هم ماس بستونم بیارم که دو اختیار کنیم وقتی به خونه که آمدم مادر ما بردش تکبره ما گفته که به چه خوبه گردم ای فهمی نونی که میبری بم پیش همین نورالله که بخوره مرگ کنه گفته چکاره مادر جو یک چند سال به خود همین نورالله دست برورداری درست کردم ای که برور گفته منه گفته ای فتو ای فهمی نون تو ای فتو که خودی از رفیق داری کردی ای فهمی نون با که ای میخوره نون نما کمار ایر کور کنه بخیر همین که مادر جو تو برفتی براد ماست این شروع کرده هم تاس را چیشای با چور زدن نگاه میکرده یا زن متیرشه یا خوار متیرشه یا مادر متاس را تیرشه قطع بالا اینا تماشا کنه یا اندونی ای تا رمضان نیه همیت خون و دست از این وجوش آماده خو که دیوان جون خمایون بشون رستی میگی جبار باور به خدا کو مادر ما آدم اون دیگه مادر ما به تو معلومه یک رکعت نماز قضا نمیشه دروغ میگه یعنی تو جباری گپ پر بگفتی خب ای تا رگا اعصاب ما شرطی که خون ما به جوش آماده حلده ای تا میگم اگیر ببینیم امیت نیه امیت ایر زنده بخورمی که چرا ای تا آدم پست نالایقی از ایوون همی ایوون تره آخی ما و شما حق همسایه ایم این فرقی نمیکنه خوار مادر تو خوار مادر منه دست برورداری با هم دیگر درست کردیم سالهای سال همین خانواده ما و شما به جای شما بوده به غم و شادی یک دیگر به درد و هم دیگر خوردیم یعنی ایتا مادر ما گفت برابر 15-20 دقیقه اکثر چی شای میته بوده اصلا جبار ما همی حق همسایه و همی همسایه هایی که به می دینیه اینا رو ما از فامیل خو از قوم خو از خاله خو عمه خو ما به خوب نزدیکتر دارم آخی میگه قوم داری دوست داری میگه نه همسایه دارم آخی چرا ما ایتا آدم های این بعضا خلاصه هم نون نمک مار خورد آنیتا دیگه خلاصه هم چه کار کردی پد دوستی اون خودی اون میتا میزدی بم تروی که دندونای بخون میشده میتا از
دو طبق گرمین دختی به پی که مغزا سر بیری میشد. این کار کو نکردم خوب فقط به خاطر از اینکه بعد به تا منطقه ابروریزی کار خوبی نیه اما خبر به دست گیلاک ری کردم که بره به زنه بگه با زنه میفهمه اگه مرد و غیرت داشته باشن خانوادی و که خودی و گپ میزنم ابروی مقطع خانوادی و بره بس برو چو یعنی جبار یعنی بیخی دیگه نیه بیخی اعصاب من خراب شد. یعنی گفتم که یک وقتی تا متوجه دوستی و رفاقتی خودی از این بی غیرت نمک نشناس داشته باشی. دوستی و رفاقت چی که از این بعد یک کوچه تیر شیر من سر خورد تعمل دادم دیگه نمیشناسم. تیار خوشحال بشه. برو خوب شد مر با خبر سختی لالا. بدادم لالا جون متوجه باش. آدم غلط همیشه غلطه. آدم بد خوب نمیشه. آدم خوب هم هیچ وقت بد نمیشه. تو سعی که تیش تا آدم پست نالایقی این الله تو دیگه از این کلانتر دیگه چی می بشی؟ همه برار سعادی تو از تو چی یادگیر آخه؟ یک ساعت براتون میگردم نورا جبار خوب شطور بدیدم یک دقیقه بیا بیام آدم که از تو آدم معذورت خیلی کنم گپای شنیدم باشه بیام از تو معذورت خیلی کنم که دیگه اشتباه ما تکرار نخور شد. همه گپایی که شنیدی درسته دیگه حقیقت بوده. خب تو نی غیرت داری و نی هم فکر کنم وجدان داری ایر برای یادوری کنم از این ساعت و از این دقیقه. خب ما که خودی تو دیگه کلان قطع رابطه دوستی کردم اما یک چیزی برای تو بگم خودی هر کس که سلام علیک میکنی به راستی و صداقتی خودی مت که سلام علیک کن. وقتی میگی خوار باید خوار ای دنیا و دنیا تو باشه. وقتی میگی برار ای دنیا و دنیا تو باشه. دیگه گپ گفتنی ندارم و یک چیزی هم برای تو میگم از این ساعت و دقیقه خودی هیچ کس دوستی نکن. میفهمی چری؟ چون تو غیرت به وجود تو نیه. اگه غیرت به وجود تو باشه هیچ وقت با سر سفره طرف شیشته باشی برای مرتبه خیانت نمیکنی. و از سلام نامه تمام خودی ما دیگه هیچ رابطه نداری و من خودت هیچ رابطه ندارم. من بیام آدم با معذورت خیلی برو بچی برو خدا یاری برو. راست میگه. اول خودی کارت سلام علیک نکو. باز که سلام علیک کدی برستی سلام علیکم من نکردم برستی سلام علیک.